آقا سلام علیکم، امیدوارم که حالتون عالی باشه. من بردیاردا هستم و خیلی خیلی خوش اومدید به بالاخره ویدیوی آموزش شاد شلاقی توی کال اف موبایل. حالا من پی سی پلیم ولی پی سی و موبایل خیلی با هم دیگه فرقی نمیکنن. این شاد شلاقی، میبینید این شاد شلاقی فرق نمیکنن. خلاصه که اومدم آموزشش بدم به سبک خودم. حالا من نمیدونم چه بدونم بلوکن چه جوری میزنه یا کی چه جوری میزنه. من خودم اینجوری همینجوری زدم، یاد گرفتم اینجوری میزنم. ولی خب هر کسی یه جور، حالا چه با اسکیت چه با بدون اسکیت. من با اسکیتش اصلا کار ندارم، تا حالا هم نزدم. یعنی قبلا یه دو سه بار زدم ولی اصلا با اسکیت کار ندارم. مثلا فکر کن وسط فایت مثلا میخوای شات شلاقی بزنی، بگی داش یه دقیقه بذار من اسکیتو واکنم برم بالا بپرم یه نایف بزنم، اصلا جواب نیست. ولی خب اینجور که من دارم بهتون میگم دیگه چیزیه که خودم بلدم. این همین شات شلاقی با نایفو که اینجوریه رو خب همتون بلدید، یعنی بروکن ویدیوشو ساخته یه همچین حالتی رو همتون بلدید. ولی این شات شلاقی هایی که من تو ویدیوام خیلی میزنم شات شلاقی بدون نایف میگن، چون مثلا شما متوجه نمیشید که من کجا چی کار کردم. این شات شلاقی بدون نایف بهش میگم، ولی اینم دقیقا باید یه جایی یه نایفی بزنی که بعدش شات شلاقی رو بزنی. اینجوری دیدید مثلا 2 ثانیه قبلش یه نایفی زده بودم که بعدش شد شلاقی رو بزنم. کلشون قلقگیریه، یه چیز تجربیه. مثلا توی ایت، مثلا ایت اسنوکر بچه ها باز نمیدونم چند تاتون بازی میکنید یا نمیکنید، کار ندارم. مثلا توی بیلیارد ضربه پیچ، اف پیچ بهش میگن، مثلا یه چیزیه که هیچکی نمیتونه به کسی آموزش بده، یه چیز تجربیه. آدم باید تجربه انقدر بزنه تا یاد بگیره. اینجوری نیست بگی مثلا بهش بگی بیا پیچ بزن اونم بره اولین ضربه بزنه مثلا تو پیچ بگیره. و این هم دقیقا همین جوریه. حالا من بهتون میگم باید چیکار کنید. بچه یه ارتفاعی مثلا بخوام بگم، حالا اول این شکلیشو بگم، یه ارتفاع مثلا نسبتا بلند انقدری. بذار من اینو بذارم روی این مثلا بدون نایفشه، با نایفش میخوام اول یاد بدم. این هیت واسه بدون نایفش بهترین جاه، ولی خب با نایفش الان دغدغمه که واسه با نایفش اصلا جای خوبی نیست. بذار یه جای خوب مثل اینجا. آقا اینجوریه که یه ارتفاع همچین حالتی میپرید، نایفو میزنید بلا فاصله گانو چنج میکنید. یعنی نایفو که زدی بلا فاصله گانو چنج میکنی. و این کلا حالا وضعیتش جدا. بدون همچین جایی یکم مثلا باید سختره، چون همزمان باید جامپو بزنی که یکم سختره. و میتونید همین جوری از یه جای مثلا یه اسلاید بزنید رو به جلو، با اسلاید یه اسلاید رو به جلو، بعد نایفو میزنی، بعد همزمان با اینکه نایفو زدی سویچ میکنی. ببین دقیقا همین حالت. این مثلا یه انمی اگه اینجا باشه، مثلا یه انمی از اون تو خونه داره میاد بیرون، میبینی مثلا یه همچین شلاقی میزنی تپ مثلا میزنی طرف. این اینجوری شوکیه. خب ولی این به نظر خودم اون بدون نایفه یه چیز دیگه است، قشنگتره. نظر منه، نظر شخصی، بدون نایفه قشنگتره. الان اون داستان بدون نایفه هم کامل واسهتون توضیح میدم. با اسکیتشو که خیلیاتون بلدید، ولی من بدون اسکیت میزنم، بدون نایفه رو. و حالا الان زونم زونگیر میشه، اشکال نداره. بدون نایفر من بدون اسکیت هم میزنم. میبینی الان بدون اسکیت، بدون هیچ. بچه اینم دقیقا همونه، ولی یه ارتفاع نسبتا کمتر و سریعتر میتونم بگم. یعنی سرعت مثلا زدن نایف و چی باید یکم به هم دیگه نزدیکتر باشه. یه ارتفاع نسبتا کمتر بده. اینجا بازم این ارتفاع زیاد بود. ارتفاع که حاجی زوم کش شدیم رفت. یه همچین ارتفاعی مثلا کوتاه‌تره. این یکم باید یعنی سریعتر باشه، یعنی هم سرعت سویچ و چیزی سریعتر باشه. البته این حرکتو که بزنی دیگه، هر موقعی که مثلا انمی دیدی بپری، این شات شلاقی میزنه. اینجوری گانو میگیره عقب، ول میده به سمت انمی. میتونی همزمان با اینکه این حرکتو زد شما هم شاتتو بزنی که مثلا یه شات شلاقی خوشگلی بشه. این شد. آره این مثلا شد.
یه ارتفاع نسبتا کمتری بچه. این حرکتی که با نایف میزنید و بزنید دیگه هر موقعی که هر جا انمی دیدید تا وقتی که تا وقتی که مثلا سوار ماشین بشید چه بدونم گان میشه چنج کرد، مثلا چنج میکنم رو نایف دوباره رو همین گان. نه گانم نباید چنج کنید، گانم نباید چنج کنید، ولی بدون گان همینجوری میتونید بزنید. اینو بچه این بدون نایفر رو روی سطح صاف هم میشه زد، ولی خیلی سخته، انصافا خیلی سخته. اصلا من خودم تا الان دوباره زدم، یکیشو ویدیوشو واسهتون میذارم همین آخر، قشنگ با دقت ببینید. روی سطح صاف بدون هیچ سرشیبی و اینا زدمش، ولی اصلا خیلی خودم نمیدونم چه جوری زدم، خیلی سریع خیلی سریع باید بزنی. اونم البته بچه تمرین کنم قلقش بیاد، کلا یه قلقش بیاد دستتون دیگه 20 شاری میزنی، همینجوری راه میری شات شلاقی میزنی. این صدای نایف خلاصه نباید بیاد و الان این صدا نایف اومده یعنی نشده. اینم داستان شات شلاقیه بود که میگفتی بدون نایف چجوری میزنه. بچه‌ها یه همچین شیبی رو پیدا میکنید، یه همچین سنگی چی روش اسلایت میزنید، یه نایف میزنید، سریع گانو چنج میکنید و همین دیگه، چیز بیشتری نیست. حالا اون تیکرم واسهتون میذارم، برید اون تیکرم ببینید که رو زمین مثلا سطح صاف زدم. خودم حقیقت نمیدونم چه جوری اونو زدم، ولی خیلی سخت تره نسبت به این. و این رو سطح صاف هم میشه زد، فرق نمیکنه. این با نایفر رو سطح صاف هم میشه زد، ولی اون بدون نایفه رو سطح صاف واقعا سخته. برید اون تیکرم ببینید دیگه، من دیگه زیاد حرف نمیزنم. توش این شد پاش داشتم آموزش رکورد میکردم، چرا باید بین شه. آشش ببینید بچه با دقت نام کنید، اصلا کاملا من احساس میکنم شانسیه و کلا فکر کنم کمتر از 10 بار تونستم اینو بزنم. خیلی سخته، خیلی سریع باید بزنی. این سویچ گان و نایف و ضربه و همه رو با هم خیلی باید سریع بزنید بچه. اینجا رو با دقت نام کنید. اصلا معلوم نشد که من نایف زدم، ببینید انگار فقط پریدم. خیلی سریع و همزمان با هم دیگه زدم. ببین اسکین یه چند ثانیه حالت نشستن گرفت، بعد که بلند شد من فهمیدم که اتفاق افتاده، پریدم زدم شلاقی شد. هر کنم که از ویدیو خوشتون اومده باشه لایک کنم، دیگر فعلا.